بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما هموطنان عزیز. خدا کنه جور و صحتمند باشین. دوستان عزیز، با جالب ترین موضوع امروزی که نزد هموطنان عزیز ما بعضا مراجعه میکنن در معاینه خانه که اینها ما را کسی تعقیب میکنه، در مغزم چیزی مانند آتش در گرفته و کسی را نمیتونه کنترل بکنه و فلانی نفر بالای ما عاشق است و امثال هم این نظرات و این مفکوره ها را دارن که در معاینه خانه مراجعه میکنن با یک سروز ژولیده و با یک حالت عاطفی خراب. بنان امروز میخوایم در مورد دیلیوژن صحبت کنم که دیلیوژن چی هست. دیلیوژن عبارت است باور و عقاید نادرسته که با فرهنگ و عقاید یک شخص او متناسب نباشه. بنان ما انواع مختلف دیلیوژن داریم که یکی نظر به کتاب معتبری که در بخش روانی هست، یعنی کپلان صدوق، یعنی دیلیوژن به دو نوع است، یعنی دیلیوژن بیزر نان بیزر. دیلیوژن نان بیزر نوع دیلیوژن هست که این شخص میگه که کسی در غذای مرا کسی تعقیب میکنه، کسی در غذای ما چیزی انداخته و ما یک ویروس آلوده شدیم. یعنی نوع دیلیوژن نان بیزر امکان واقعی بودنش در زندگی که اتفاق بفته هم وجود داره، ایره کسی انکار کرده نمیتونه، اما بعضی اوقات مریضا ایره به شکل خیالاتی و به شکل دیلیوژنال حکایت میکنه که یعنی در اصلا در زندگی حقیقی چنین چیزی نیست. و بیزر دیلیوژن نوع دیگه ازی است که شخص ادعا میکنه که یعنی ما از طرف خدا آمدیم یا به این معنا که بر ما فلان و فلان چیز نازل میشه. این یک نوع بیزر دیلیوژن است که به عقاید این در زندگی واقعی هیچگاه امکان نداره و واقعی بودنش هم هرگز ثابت نمیشه. یعنی این نوع دیلیوژن ها مریضای ازی در معاینه خانه زیاد مراجعه میکنن. متاسفانه باورها و عقاید غلطی که نزد مردم، چون جامعه ما جامعه سنتی است، بعضی اوقات تداوی از این مریضا را نزد کسایی که اونها را به اعتقاد ازی که اینها جن دارن فلان است تداوی میکنن که خرافات باید برچیده شود و از لحاظ علمی و مسلکی این نادرست است. و 4 نوع دیگری از دیلیوژن که به نام دیلیوژن های فرعی یاد میشه، اینا میخوایم امروز براتون دربارش کم اندک معلومات بدم متوجه باشین. نوع اولی از این دیلیوژن پارانویدی هست، یعنی یا دیلیوژنی هست که شخص احساس میکنه که دیگرها او را تعقیب میکنه، در غذایش چیزی انداخته و او را میخواین از بکشن یا اذیت آزار بکنن. این نوع پارانویدی هست. نوع دیگه دیلیوژن که هست به نام اریتومانیا میگن که ایرا در کپلان صدوق به نام کلورامبو سندروم هم یاد میکنن که شخص ادعا میکنه که فلان شخصی که صاحب مقام است، یعنی فلان بچه که بسیار پولدار و پیسدار یا یک شخصی پولدار و پیسدار عاشق ما شده یا فلانی عاشق ما هست، که بیشتر این نوع دیلیوژن نزد خانم ها دیده میشه. و نوع دیگه از دیلیوژن هم که به نام